فقط موضوع ویدیو امروز ما اینه که این قطعه یعنی توربوشارژ تاریخچه‌اش از کجا شروع میشه و اصلا برای چی اختراع شد، به چه دردی می‌خوره. صنعت خودروسازی سال 1900 میلادی داشت به پیشرفت می‌رفت و یه ترمز خیلی بزرگ جلوی این صنعت رو گرفته بود. چه ترمزی؟ تمامی خودروهایی که اون سال داشتن تولید می‌شدن نیاز به قدرت بیشتر داشتن، ولی خودروسازا مجبور بودن حجم موتور رو افزایش بدن. وقتی شما حجم موتور رو افزایش بدی، راندمان و بازده موتور میاد بالا، اما مصرفش و چه مصرف سوخت چه مصرف قطعات به شدت زیاد میشه و از استانداردهای جهانی هم نمیشد بود. یه مهندس خیلی مطرح و یه دانشمند خیلی مطرح در اون زمان به نام آقای آلفرد بوچی اومد یه سیستمی رو طراحی کرد که شما بدون افزایش حجم موتور بتونی همون راندمان، همون قدرت، همون بازده رو بگیری بدون اینکه مصرف سوختت هم افزایش پیدا کنه. یعنی دو تا مزیت داد بهشون. اومد یه قطعه‌ای به نام توربوشارژ رو طراحی کرد. سال 1920 میلادی توربوشارژ برای اولین بار روی موتور هواپیما تست شد و وقتی بازده و راندمان خوبی ازش گرفتن بعداً آوردن توی صنعت دیزل و خودروهای سنگین و یواش یواش روی خودروهای سواری. اولین خودروی سواری که روش سیستم توربوشارژ مجهز شد شورلت بود، یعنی کارخونه شورلت بود که این کارو کرد و بازده بالا گرفت. همینطور که شما دارید می‌بینید تمامی خودروها دارن روی توربوشارژ شدن میرن. چرا؟ همون دلیلی که بهتون گفتم، حجم موتور کم، افزایش راندمان و بازدهی بالا.